بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، دوستان و سروران بسیار گرانقدر، علمای ارزشمند، جوانان عزیز، ریش سفیدان محترم، مادران و خواهران گرامی، ما و شما در کشورمون در ایام بسیار حساس قرار داریم. امتحان و آزمون بس بزرگی پیش روی ما و شما هست. در آستانه انتخابات مجلس رژیم قرار داریم. سروران عزیزانم، حدوداً 45 سال از عمر این رژیم می‌گذرد. 45 سال هست که ما و شما تو انتخابات ها شرکت کردیم، همگام با سایر هموطنان در گرم کردن تنور انتخابات اهل سنت نقش کلیدی داشتند. همواره از علمای خودشون، از پیشوایان دینی و مذهبی خودشون، از ریش سفیدان حرف شنوی می کردند. علما مردم رو به انتخابات تشویق می کردند، به امید تحولات، به امید تغییرات، به امید اینکه این فضا عوض بشه، به امید اینکه بساط ظلم برچیده بشه. علما تشویق کردند، علما در خط مقدم بودند، مردم رو راهنمایی می کردند به امید اینکه روزی این تبعیض‌ها از بین بره، به امید روزی که این فشارها بر روی جامعه اهل سنت، بر روی مردم بلوچ کم بشه، کاسته بشه. اما این آخوندها 45 سال از ما استفاده ابزاری کردند، رأی ما رو خواستند اما خود ما رو نخواستند. 44 سال ما رو بازیچه دست خودشون قرار دادند. ما هم به امید تغییرات و اصلاحات این آخوندها به میدان اومدیم. شما مردم رو تشویق کردیم که پای صندوقه های رأی برید. این صندوقه های رأی سرنوشت ساز هستند. یک رأی میتونه سرنوشت ما رو تغییر بده. اما به حال من و تو سنی مذهب، به حال من و تو بلوچ هیچ چیزی عوض نشد، بلکه ظلمها مضاعف شد، فشارها بیشتر شد، خفقان مضاعف شد، فقر از بین نرفت، تبعیضها از بین نرفت. پس از 45 سال امروز ما تو کشور تو این روزها بدترین و شدیدترین فشارها رو بر پیکره اهل سنت و بر جامعه بلوچ داریم لمس میکنیم. چه شد نتیجه 45 سال همگامی با این آخوندهای فاسد و جنایتکار؟ نتیجهش چی شد؟ خروجی شرکت ما در این انتخابات ها چی رو عوض کرد؟ به حال من و تو بلوچ چی عوض شد؟ آیا فقر ما از بین رفت؟ آیا گدایی ما، کاسه گدایی رو دراز کردن به پیش این و اون از بین رفت؟ آیا تحقیرمون از بین رفت که ما رو هر کجا تحقیر میکنند؟ ظلم و فسادها از بین رفت، تبعیضها از بین رفت، فشار از روی مساجد و مدارس ما کم شد، فشار از روی علما و پیشوایان ما کم شد، فشار از روی جوانان و دانشجویان و دانشگاهیان ما کم شد. آیا گزینش جوانان ما، گزینش سنی و شیعه از بین رفت؟ خیر سروران، بلکه بیشتر شد.
جوانان ما رو در حین نماز در صحن مصلی اینها به رگبار بستند. حریم مساجد ما رو اینها شکستند. حریم مسجد مکی قلب اهل سنت ایران رو اینها شکستند. سربازان وحوش خامنه‌ای حریم بزرگترین نهاد مذهبی ما رو شکستند. وارد مسجد شدند و علمای ما رو، طلاب ما رو، حفاظ کلام الله مجید رو از داخل حجره های مسجد مکی بیرون کشیدند و با خودشون بردند در زندانها شکنجه کردند. جوانان ما رو، دانشجویان ما رو از سر کلاسه های درسشون ربودند، بردند در بازداشتگاه های سپاه و وزارت اطلاعات شکنجه و تعرض کردند، تهدید کردند که پشت سر علمای خودتون نیستید، به علمای خودتون اقتدا نکنید، در نمازها پشت سر علمای ربانی قرار نگیرید. اینها به ناموس ما تجاوز کردند. اما پس از 1 سال و اندی وعده آیا اون سرهنگ متجاوز رو اینها مجازات کردند؟ آیا 1 نفر از قاتلین جنایتکار شهدای مکی رو اینها مجازات کردند؟ هرگز. وقتی نزدیک شدیم به سالروز شهادت شهدای عزیزمون، سالروز فاجعه خونین در خاش و زاهدان، اونها وعده ها و نویده های توخالی دادند که ما دادگاهی برگزار میکنیم، اما رفت و خبری نشد. اکنون که انتخابات نزدیک هست، 1 دادگاه نمایشی رو اونها برگزار کردند. پرونده سنگین جنایت خونین رو دست کی تحویل دادند؟ دست مرضیه جنایتکار و در دست ماهگولی که این 2 نفر 2 قصاب در بلوچستان هستند که سالیان متمادی است تو بلوچستان هستند، خون دستشون به خون صدها بلوچ آغشته هست. اینها صدها نفر از جوانان رعنای بیگناه ما رو پای جوخه دار بردند و اعدام کردند. اینها خودشون از آمران فاجعه خونین زاهدان بودند. همینها پس از خلق اون فاجعه خونین زاهدان دستور دادند، جوانان ما رو گرفتند، به زندانها انداختند، دستور شکنجه اونها رو صادر کردند. امروز چطور خود اونها میاند تو این پرونده حق رو به حقدار میدند، قاتلان رو مجازات میکنند، قاتلان دارند آزادانه میگردند برای خودشون. پس سرور عزیز من، علمای گران قدر ما، ریش سفیدان، جوانان معزز، ای مادر، ای خواهر من، امروز انتظار نداشته باشید که در اون فضای خفقان علما صراحتاً به شما بگویند که پای صندوق های رای نرید، چون اونجا جو خفقان حاکم هست. علما نمیتونن درد سینه های خودشون رو فریاد بزنند. امروز من به عنوان شاگرد اون علما، به عنوان یکی از کوچکترین خدمتگزاران شما که زمانی من شرف خدمتگزاری شما رو داشتم، امروز من به شما میگویم مادر، خواهر، برادر، جوان ارزشمند، ریش سفید گرانقدر، شرف خودتون رو معامله نکنید. امروز من این دین رو از گردن خودم ادا میکنم. نگید که به ما نگفتند، نگید که علمای ما رو راهنمایی نکردند، نگید که علمای ما راه درست و غلط رو به ما نشون ندادند. امروز من از گردن خودم ادا می کنم و با صراحت به عنوان یکی از شاگردان علمای ربانی و مردمی به شما میگم، شرکت در انتخابات رژیم
به منزله شرکت در اعدامها، شرکت در انتخابات به منزله مشارکت در قتل و کشتار، شرکت در انتخابات به منزله مهر تایید زدن بر جنایت‌های آخوندها، شرکت در انتخابات به منزله تایید ظلم، تایید خفقان، تایید فقر، تایید بربادی، تایید فقر و هلاکت، شرکت در انتخابات به منزله شرکت در کشتار جوانان، سوختبران، کولبران، به منزله تایید تعرض و تجاوزها در زندانها، تایید سرهنگهای متجاوز، شرکت در انتخابات یعنی تایید جنایت‌های خونین. یادتون نره ای جوانان، ما در مسجد مکی زاهدان با هم یک عهد بستیم. ما یک عهد بستیم، اون این که ما در انتخابات رژیم شرکت نمی کنیم مادامی که خون جوانانمون رو نگیریم، مادامی که قاتلین ما مجازات نشند، قاتلین فرزندان ما مجازات نشند، ما هرگز پاپس نمی کشیم. امروز جوانان ما تو میدان آمدیم، ما تو میدان مبارزه ایم، ما تو میدان جنگ با این رژیم سفاک و جنایتکار هستیم. کسانی که میروند دستشون رو برای انتخابات رژیم رنگین میکنند، بدونید که شما دارید انگشتتون رو در خون جوانان وطن میزنید، در خون جوانان وطن انگشتتون رو رنگین میکنید. فکر نکنید عزیزان به شما فریب میدهند که فلانی از عزیزان ماست، از بستگان ماست، ما به این داریم رأی میدیم. نه جوانان، کسانی که تو انتخابات شرکت میکنند قبل از این که شما به قوم و خیش و فامیل و بستگان خودتون رأی بدید، شما دارید به خامنه‌ای جنایتکار رأی میدید. چون شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن به این نظام فاسد هست. شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن به آخوندهای فاسد و به اون ظلم و اعدام و قتل و تجاوز هست. پس آگاه باشیم عزیزان ما، فریب اینها رو نخوریم. مطمئن باشید این افرادی که امروز به عنوان نامزد، به عنوان کاندید از هیچ خونه‌ای فروگذار نمی کنند. به هر خونه خشتی، گلی و کپری هم وارد میشند و عکس و فیلم میگیرند و خودنمایی میکنند که ما به عنوان خدمتگزار مردم، دلسوز مردم میخواهیم به مجلس بریم. اینها دلشون به حال من و تو نسوخته، اینها دلشون به جیب خودشون سوخته. هر کی هم باشد دلشون به جیب خودشون سوخته، به فکر جیبشون هستند. اگر اینها دلشون به من و تو جوان بلوچ، به من و تو مادر بیکس، به من و تو فرزند یتیم بلوچ میسوخت، وقتی که علمای ما رو اینها در کف خیابانها رو بودند، اینها پیشوایان ما رو از بیابانها، از مسیرهای جاده رو بودند، کدوم یک از این نماینده ها لب به سخن گشود؟ وقتی که سرهنگ متجاوز به خواهر ما تجاوز کرد، عفت اون رو لکه‌دار کرد، کدوم یک از این نماینده ها در صحنه علنی مجلس فریاد اون خواهر ما رو بلند کرد؟ وقتی که اینها صحنه مصلا رو خونین کردند، اینها کشته شدن اون سرهنگ سردار موسوی جنایتکار رو که کشته شد اونو تسلیت گفتند، اما از جوانان عزیز ما دفاع نکردند. ما انتظار داریم که اینها حق ما رو بگیرند؟ اینها زورشون به 20 لیتر بنزین نمیرسه که اونو پس بگیرند.
میتونن خون ما رو اینها پس بگیرن؟ میتونن شرف و وجدان و حیا و ناموس ما رو اینها ازش دفاع بکنند؟ هرگز سروران عزیز. پس به خود بیاییم، به خود بیاییم. ما هستیم بر آن عهد که بستیم. قسم به الله ما از این میدان پاپس نمی کشیم. امروز ما تو میدانیم. از شما حداقل انتظار ما ای جوانان این هست، اگر نمیتونید مبارزین رو یاری بکنید، اگر نمیتونید در کنار مظلومان بایستید، در کنار ظالمین نیستید، به خاطر چند ریال ناچیز شرفتون رو بها نکنید. ریش سفیدان عزیز، ریش سفیدان گرانقدر، گرانسنگ، شرف خودتون رو به بهای اندک نفروشید. قدر خودتون رو بدونید. قدر این لباس شرف هست. لباس بلوچی لباس غیرت هست. لباس حیا، لباس مردانگی هست. این لباس رو به چند ریال به این نمایندگانی که افسارشون رو در دست آخوندهای جنایتکار دادند نفروشید. بدونید که شما گرانبهایید. تو به قیمت ورای دو جهانی. چه کنم قدر خیش نمیدانی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. ای جوان من، مادر من از همه انتظار دارم این صدای من رو، این فریاد من رو به گوش مادرانم برسونید، به گوش تک تک خواهرانم، به گوش فرزندان یتیم و بینوایم، به گوش جوانان غیور من برسونید که ای جوانان، ما از شما انتظار داریم که امروز اگر نمیتونید در کنار مبارزان بایستید، در کنار جنایتکاران نایستید. پای صندوق های رأی نرید. هر کسی که رأی بده به این نظام، رأی بده در انتخابات شرکت بکنه، اون مسئول خونهای ریخته شده و پایمال شده هست. اون شریک خامنه ای در قتل و کشتارهای ظالمانه هست. از ما همین بس که ما این دین رو از گردن خودمون ادا کردیم. من امیدم از شما سروران عزیز این هست که به پای صندوقهای رأی نروید. برای این رژیم خودتون رو خسته نکنید. این رژیم قابل اصلاح نیست. این رژیم هرگز دست از فساد و ظلم خودش بر نمیداره. پس ما باید در مسیر مبارزات امروز گام برداریم. یک گام مهم ما همین هست که این انتخابات رو تحریم بکنیم تا جهان بدونه که ملت ایران مردم غیور بلوچ مردم متحدی هستند. وقتی که شما جنایت میکنید از شما فاصله میگیرند. پس سروران عزیز، عرض اخیر من همین هست که گول این نامزدهای انتخاباتی رو نخورید. بعضی ها ممکن هست به شما بگویند که شما تو انتخابات شرکت بکنید، اما رأیتون رو مثلا به شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید رأی بدید یا برگه سفید بیاندازید در صندوق انتخابات. هرگز این فریب رو نخورید، چون اونها برای رژیم مهم نیست که شما به کی رأی بدید، چون اونها مهره های خودشون رو مشخص کردند. زید و خالد و نوید و نمیدونم فلان و بهمن و وهمان رو مشخص کردند. اینها میدونن که افسار اینها تو دست ماست. ما هر ظلم و جنایتی بکنیم اینها سکوت میکنند و حق و سکوت خودشون رو از مجلس دریافت میکنند. پس برای رژیم مهم نیست که شما به کی رأی بدید، اصلا برگه سفید بیاندازید. برای اونها حضور شما مهمه، برای اونها حضورتون فقط مهم هست و بس. پس شما دقیقاً انگشت رو همین نکته بذارید، حضور پیدا نکنید پای صندوقه های رأی. این صندوقه های رأی صندوقه های گدایی خامنه ای هست.
خودش اعلام کرد که این انتخابات یک رفراندوم است. رفراندوم یعنی چی؟ یعنی مردم میان میگن ما این نظام رو میخوایم یا نمیخوایم. اگر نروید پای صندوقهای رأی، یعنی شما ظلم رو نمیخواهید، شما خامنه ای رو نمیخواهید، شما این نظام فاسد رو نمیخواهید. ممکن هست بعضی از مردم به شما بگن که مردم باید برید شرکت بکنید. شایعه پراکنی میکنن که هر کی نره تو انتخابات شرکت نکنه، شناسنامه‌اش مهر نخوره، به اون یارانه تعلق نمیگیره، یارانه‌ش رو قطع میکنن، یا تو گزینش ها اون رد میشه، یا برای اون مشکل میشه. نه عزیزان، این حق شماست. این حقی شماست که هیچ کسی نمیتونه شما رو بازخواست بکنه. همون نماینده‌ای که تو مجلس هم میره حق رأی ممتنع داره، میتونه اصلا رأی نده. شما میتونید رأی ندید، شرکت نکنید. آقا به ما ظلم شده، به ما جنایت شده، هنوز خون جوانان ما خشک نشده، هنوز اون سرهنگ متجاوز مجازات نشده. چطور از ما میخواهید که ما شرفمون رو، حیایمون رو، ناموسمون رو لگدمال بکنیم و بیایم به شما رژیم فاسد و ظالم مشروعیت ببخشیم؟ پس آخرین انتظار ما، من از زبان علمای مردمی به شما میگم، علمای ملانماهای درباری رو من کاری ندارم. ممکنه هر ملانمای درباری که به خاطر جیب خودش، که نور خودش رو در تنور گرم انتخابات میبینه، ممکنه چیزی بگه، ممکنه مردم رو تشویق بکنه که بیایید پای صندوقهای رأی و رأی بدید. اما من از زبان علمای ربانی به شما میگم که علمای مردمی شما عهد بستند با خدای خودشون که این انتخابات رو تحریم بکنند. پس امید ما از شما سروران این هست که با شرکت نکردن در این انتخابات به خامنه‌ای جلاد و تمامی سرکوبگرانش نه بزرگ بگویید. و السلام علیکم و رحمت الله.